سرخط خبرها. کشته شدن دو لیدر دیگری جوانان در خوروغ، بازداشت برادری علیمشیر زمانوف و روسیه برای متخصصان تاجیک حجت اجازه زیست بمولد می‌دهد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. برنامه نویدی بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 13 ایون است. برنامه را از آخرین خبرهای خوروغ شروع میکنیم. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند خورسند مزاروف و زوی رجبوف، نفران بانفوذ در بین ساکنان خوروغ را که به مقامات تسلیم نشدند، روز 12 ایون در جریان یک عملیات بی‌ضرر گرداندند. این در حالی است که پایگاه پامیر دیلی نیوز با تکیه به شخصان نزدیک به آنها نوشت مزاروف و رجبوف خود را ترک کردند. با سبب نبودن اینترنت و مشکل ارتباط تلفنی با بدخشان، دریافت جزئیات و تصدیق درستی فرضیه ها از منابع مستقل غیر امکان است. ستاد بین اداره تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در بدخشان شام دیروز 12 ایون در اعلامیه گفت عملیات مخصوص پس از آن گذرانده شد که زوی رجبوف و خورسند مزاروف به بازپرسی حاضر نشدند. با اطلاع رسمی مزاروف 50 ساله بر اساس 11 بند کودکس جنایی از جمله تروریسم و کشتار و قاچاق مواد مخدر و قاچاق سلاح و رجبوف 50 ساله بر اساس 8 بند کودکس جنایی از جمله تروریسم و غصب بنا و انشاءات حکومتی و برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی گمانبر بودند. تا حال افراد نزدیک به آنها در این باره اظهار نظر نکردند. بازداشت و محکومیت و کشته شدن راهبران به اصطلاح غیر رسمی در بدخشان به دنبال ناآرامی‌های مهم امسال در شهر خوروغ و ناحیه روشن صورت می‌گیرد. ضمناً مقامات انتظامی از بازداشت مسلم شیرزمانوف، برادر علیمشیر زمانوف، معاون رئیس پیمانی ملی تاجیکستان که مقامات او را یکی از طراحان اعتراضها در خوروغ روشن می‌نامند، خبر دادند. با اطلاع رسمی مسلم شیرزمانوف را دیروز 12 ایون در مرکز بدخشان دستگیر کردند. مقامات انتظامی مسلم شیرزمانوف را از افراد نزدیک به خورسند مزاروف و زوی رجبوف نام بردند. ستاد بین اداره تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان روز یکشنبه گفت از خانه مسلم شیرزمانوف یک اتومات کلاشنیکوف با یک تیردون 18 تیردون اورینجک F1 یافته و مصادره کردند. خود علیمشیر زمانوف میگوید برادرش بر اساس دعوتنامه به بازپرسی رفته بود و اطلاع مقامات را درباره داشتن سلاح نمیپذیرد. با اطلاع پیوندانش مسلم شیرزمانوف در عهد شوروی تکنیکوم را با اختصاص ساختمانچی ختم کرده، سپس در دانشگاه دولتی خوروغ تاریخ را آموخت. او صاحب 6 فرزند و یک شرکت ساختمانی در خوروغ بوده است. تاجیکستان واردات و استحصال و فروش لامپ‌های کم مصرف سیمابدار یا چراغ‌های کوشنده را در کشور منع کرد. قرار حکومت در این باره از 1 ایون امسال به اجرا درآمده است. نسخه قرار روز 12 ایون دسترس رادیو آزادی شد. در آن گفته شده است واردات، استحصال و به فروش برآوردن فروزناک‌های سیمابی منع کرده شود. این در حالی است که حکومت تاجیکستان در یک معرکه نیمه اجباری سال 2009 ساکنان و کارخانه و شرکت‌ها را به نصب لامپ‌های کم مصرف وادار کرده بود. آن زمان آوردن و فروختن فروزناک‌های تصفان یا لامپ‌های الیچی رسما منع شد. هدف این اقدام صرفه نیروی برق و از بین بردن لیمیت برق گفته میشد. اما نارسایی برق در کشور همانا با قیس و قسمی از ساکنان در دهه‌های کشور در فصل سرما با محدودیت برق میگیرند. در عوض منع فروزناک‌های سیمابدار، حکومت به وزارت صنعت و کمیته سرمایه‌گذاری دستور داده است که جهت تقویت دادن استحصال فروزناک‌های کم مصرفی نور دهنده دیودی و از جهت اکولوژی بی‌ضرر در حدود جمهوری چاره جویند. پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسولطان نظربایف دیگر حق دخالت به کارهای سیاسی را ندارد. مавлон Ашимбоев رئیس پالاتای بالایی سنات قزاقستان با اعلان این خبر در جلسه پارلمان گفت ضمن قبول قرار و چاره‌های ضروری رئیس جمهوری فعلی دیگر با نظربایف مشورت نخواهد کرد. اما دخل ناپذیری رئیس جمهوری پیشین باقی مانده است. گزارش همکارمان زرانگیز نوروزشاه در این باره است.
تو برگزاری رایپرسی برای وارد کردن تغییرات به سرقانون قزاقستان یک موضوع اصلی بحث در این کشور سرنوشت پرزیدنت سابق بود. نظربایف اعلام کرد که او دیگر بازنشسته است، اما اکثریت باور نداشتند که البسی موقع سیاسی خود را از دست داده است. با این بحث ها رئیس پارلمان قزاقستان نقطه گذاشت. قزاقستان تونغوش پرزیدنت نخستین قزاقستان نورسولتان نظربایف دیگر به سیاست دخالت نمی کند. البته او چون شهروند می تواند در معرکه های مهم مثل رایدهی شرکت کند، ولی در تصمیم گیری های سیاسی او اشتراک نخواهد کرد. مقامات قزاقستان تاکید میکنند که پس از رایپرسی قانون درباره پیشوای ملت هم که دخل ناپذیری نظربایف و خانواده او را کفالت میداد به اعتبار دانسته می شود. ولی بجز این سند یک قانون دیگری هست که رهبری پیشین کشور را از جوابگری برای قرارهای قبول کردهش آزاد می کند. این قانون را کسی بکار کردنی نیست. ماده 36 سرقانون درباره رئیس جمهوری اول حفظ می شود. در آن گفته شده است که پرزیدنت های پیشین برای تصمیم هایی که در دوره رهبری قبول کردند جوابگر نیستند. این تجربه در جهان معمول است. به اندیشه سیاستشناس دیمش علیجانوف این دلیل که نورسولتان نظربایف تا حال یک شخصیت دخل ناپذیر است، سر و صداها درباره وجود سند عاید به امنیت پرزیدنت سابق را تصدیق می کند. به گفته علیجانوف این میراث رئیس سابق آق کرده به رئیس جمهوری فعلی هم اثر خواهد کرد. این نشانه آن است که توقایف هنوز توان پورا بیرون کردن پرزیدنت سابق را ندارد. یعنی حتی به خاطر آینده سیاسی خود او باید به صدای جامعه گوش دهد و در رابطه به نظربایف تحقیق را شروع کند. ولی این ناممکن است، زیرا او وارث است و مسئولیت های دارد و از نظربایف هم چون وسیله برای تحکیم سیاست توقایف و اطراف او استفاده می شود. هرچند خود نظربایف برای عملهایش جوابگر نخواهد بود، اما با بیکار شدن قانون درباره دخل ناپذیری پرزیدنت پیشین نزدیکان او از این امتیاز محروم می شوند. در مصاحبه اخیر خود پرزیدنت سابق قزاقستان گفت اگر کسی از نزدیکانش با استفاده از نام وی جنایت صادر کرده باشد باید به جوابگری کشیده شود. با خارجیانی که در روسیه به حیث متخصصی بلند اختصاص نه کمتر از 2 سال کار میکنند، حجت اجازه زیست یا VNG به مهلت داده می شود. دومای دولتی روسیه لایحه قانون را درباره امکانی به متخصصان حرفه‌ای خارجی و اعضای عائله آنها که در قلمرو روسیه کار میکنند قبول کرد. اجازه زیست به مهلت را خارجیان گرفته می توانند که در روسیه به صفت متخصصان صاحب تجربه نه کمتر از 2 سال کار کرده باشند و اگر کارفرما پرداخت ضروری همه اندازها را انجام داده باشد. با این ترتیب متخصص با گرفتن حجت اجازه زیست به مهلت و گذشتن به کاتگوری اقامت دائمی در کشور می تواند دیگر اجازتنامه دخلدار برای کار نگیرد و رسمیات دسترسی مقام متخصصی اختصاصش بلند را انجام ندهد. یادرس میکنیم که با نامگوی کسب ها برای متخصصان بلند اختصاص کشورهای خارجی که با آنها کوتا و اجازتنامه برای کار طلب نمی شود 78 اختصاص داخل است. در این نامگوی آویاتکنیک ها، هنرمندان و اکتورها، راهبران، منیجرها، مهندسان و خبرنگاران، ترجمان ها، تکنیک ها، رسامان و سرآشپزان ذکر شدند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بخوزاده همراه می‌بینیم. 13 июни соли 1937 ҳофизи халқии тоҷикистон Одина Ҳошим таваллуд шудааст ки ҳамагӣ 56 сол умр дид, вале тавонист чун як ғазалсарои тавоно ва соҳиб мактабе ном барорад. ӯ 30 сол рӯи саҳна буд ва дар ин муддат наздики 500 тарона аксаран бар матни шоирони классики форсу тоҷик эҷод кардааст. баъди маргаш ки ба солҳои ноороми ҷанги шаҳрвандӣ рост омад, як хоҷагӣ дар зодгоҳаш ноҳияи Мирсайдалии Ҳамадонӣ ба номи Одина Ҳошим гузошта шудааст.
13 июни соли 2012 вакилони парлумони тоҷикистон ба қонуни конститутсионии кишвар дар бораи интихоботи маҷлиси олии тоҷикистон иловае ворид карда донистани забони давлатӣ яъне тоҷикиро ба аъзои маҷлис ҳатмӣ эълон карданд. ин тағйирот бо талошҳои кумитаи забони назди ҳукумат ворид шуд ва ҳадафаш пешгирӣ аз корбурди забони кӯча ва лаҳҷавӣ дар кори маҷлиси қонунгузори тоҷикистон гуфта шуд. 13 июни соли 2013 адабиётшиноси маъруфи тоҷик Раҳими Мусулмониён ба Китобхонаи Миллии Тоҷикистон китобхонаи шахсии худро тақдим кард. 4000 адад китоби донишманди номӣ аз китобҳои илмиву бадеие иборат аст ки дар солҳои гуногуни кору фаъолияти эҷодиву илмии ин донишманд ҷамъоварӣ шудааст. профессор Раҳим Мусулмониён муаллифи китоби дарсии донишгоҳии назарияи адабиёт соли 2016 дар 78 солагӣ даргузашт. рӯзи 13 июн қурби рубл пули миллии Русия дар муқобили сомонӣ якбора 2 сомонӣ боло рафт. агар ҳафтаи гузашта 1000 рубли русӣ ба 175 сомонӣ иваз мешуд, акнун он ба 177 сомонӣ баробар шудааст. бинандагони азиз, ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед. бароятон ҳафтаи хуб орзумандам. то барномаи баъдӣ, худо нигаҳбонатон.